که ما بتونیم یه راه برون رفتی از این مشکل رو داشته باشیم، صرفا تقویت بحث نظامی و دفاعی مطرح نمیشه، چون خب حجم زیاد نیروی نظامی هم بیشتر حالت جنگی رو مخابره میکنه، ولی توصیه میشه که ضمن تقویت مرزها با در واقع پادگان‌های متحرک که قابلیت در واقع لوجستیک سریع به مناطق مختلف رو داشته باشن، ما از امکانات جدید مثل امکانات نظارتی، مثل پهپادها، حالا سیستم ارائه در واقع ویزاها و مهاجرت قانونی که بتونیم در واقع رصد بکنیم و مهاجرین وابسته به گروه‌های تروریستی رو در واقع بتونیم مانع از ورودشون بشیم، دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های بیومتریک و مسائلی از این دست. و مورد دیگه که به هر حال پیشنهاد میشه توافقات دیپلماتیک هست برای مدیریت منابع آب که کمیته‌های مشترکی تشکیل بشه و مرتب در حال مذاکره و در واقع گفتگو باشن تا بتونن به صورت مشترک مدیریت کنن، البته به واسطه عدم هماهنگی و انسجام داخلی که در طالبان وجود داره. خب مستحضریم در برخی موارد رهبران اون حاکمان محلی در واقع تابع مرکز نبودن و علیرغم مذاکراتی که ما انجام دادیم ممکنه نتیجه ای رو که باید در محل میگرفتیم متاسفانه نتونستیم اون نتیجه رو بگیریم و این مستلزم کارهای ترکیبی هست. ضمن مذاکره با خود طالبان و کمیته‌های مشترک پیشنهاد میشه در مناطق مرزی کارهای اقتصادی انجام بشه تا به اصطلاح مثل بنادر خشک، بازارچه‌های در واقع مرزی، مناطق آزاد اقتصادی یا در واقع یک جذابیت چانه‌زنی رو برای طالبان ایجاد بکنیم با توجه به محدودیت‌هایی که این روزها ما در فروش نفت و گازمون داریم. خب میتونیم اینها رو تبدیل بکنیم به کالاهایی که میتونه مورد نیاز باشه برای همسایگان ما، مثل تبدیل کردن انرژی گاز به انرژی برق که هم ناترازی‌های خودمون رو حل کنیم، هم در واقع با صادرات برق ما میتونیم در واقع یک چانه‌زنی رو ایجاد بکنیم برای متحد کردن اونها به در واقع تامین اون حقابه‌ای که طبق موافقتنامه 1151 حدود 840 میلیون متر مکعب بوده در رودخانه هیرمند و امروز متاسفانه این تامین نمیشه. و فشار دیپلماتیک از طریق در واقع مذاکره با کشورهایی که به نوعی بر طالبان در واقع نفوذ دارن مثل چین، روسیه و سایر کشورهایی که در واقع میتونن به ما کمک کنن در این مرحله تا بتونیم از این چالش بیرون بریم. در یک جمع‌بندی پس حضور طالبان بعد از 2021 در واقع مشکلاتی که برای ما به وجود آوردن امنیت مرزی بود و چالش‌هایی که در مرز از چند وجه، یکی بحث مهاجرت، بحث حقابه و بحث قاچاق اسلحه و حتی بحث تردید در نقاط استراتژیک مرزی که حاکمان محلی بعضاً اون نقاط استراتژیک رو در واقع به عنوان مرز مورد شناسایی قرار نمیدادن و برخوردهایی رو داشتیم. موضوع بعدی تروریسم و افراط‌گرایی بود که به واسطه رویکردی که به هر حال طالبان به طور کلی داره و ارتباطی که با گروه‌های جهادی سلفی داره، به نظر اگر اون تعامل مشروط وجود نداشته باشه هزینه‌هاش به مراتب بیشتر میتونه برای ما باشه و نیازمند یک تعامل مشروط هست تا حداقل در مواردی که ما دارای دشمنی مشترک هستیم مثل گروه داعش خراسان که با طالبان هم در واقع اینها مواجهه دارن و مدیریت این گروه تروریستی بتونیم امنیت خودمون رو در واقع تامین بکنیم. بحث مهاجرین هم که خدمتتون عرض کردم با در واقع هم کنترل ورود و خروجشون، هم در واقع در داخل با استفاده از ابزارهای قانونی، ارائه ویزا و ثبت بیومتریک و امکان رهگیری در واقع اینها ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. و در نهایت بحران آب هست که به هر حال برای بحران آب ضمن اینکه ما با طالبان باید به مذاکراتمون برای حل کوتاه مدت این مشکل ادامه بدیم، به یک سری سیاست‌های دراز مدت هم باید فکر بکنیم، مثل ایجاد کانال‌هایی برای در واقع تغییر مسیر رودخانه‌های موقت، آب‌های موقت به سمت آبگیرهایی که در واقع میشه ایجاد کرد
استفاده از سیستم های تحت فشار آبیاری یا اون در واقع سیاستی که در پیش در واقع مطالعهش انجام شده بود که انتقال آب از راههای دور مثل دریای عمان و خلیج فارس و استفاده از آب شیرین کنها باشه تا بتونن در واقع مشکلات مرزهای شرقیمون رو حل کنن. البته اینها نیازمند به سرمایه‌گذاری زیاد هست، حداقل برای انتقال در واقع آب از دوردست‌ها بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار در واقع نیاز به سرمایه‌گذاری هست که در کوتاه مدت ممکنه در واقع با این شرایط اقتصادی شرایطش فراهم نباشه، اما به نظر برای دراز مدت باید به این موضوع فکر بکنیم. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئله طالبان همیشه یکی از مسائل مهم سیاست خارجی ما بوده که فکر کنم الان تقریبا مسئله مهم سیاست داخلی هم تبدیل شده با بحران‌هایی که وجود آورده و مسئله قابل توجهیه که آقای دکتر بسیاری به همه مسائل ابعاد این اشاره کرد.